در این درس مثال‌ها از گئومتری کار میکنیم. از سوال اول سر کنیم. در سوال اول چی میگه؟ رسم پارچه داده شده است. AB با BC برابر است. کوردینات نقطه C رو یابید. چیکار می‌بینیم؟ مسافت بین اینها چند است؟ 1 است. BC هم باید 1 باشد مسافت و اینجا چی میشه؟ 6 از 10 4. یعنی مسافت رو می‌بینیم 1. در اینجا باید مسافت 1 باید باشد، چون که میگه که هر دو پارچه‌ها با یکدیگر برابر هستند. 6 از 10 4 میشود. چند فایزی مساواتی شکل بر اسم میگیره رنگ کرده شده است. البته در اینجا باید گوید که همه این چهارپنجه با یکدیگر برابر هستند. چیکار می‌بینیم؟ 10 تا چهارپنجه داده شده است. فقط دو قسمش رنگ کرده شده است. چند فایزی مساواتی شکل رنگ کرده شده است؟ 20 فایز است. 10 2 این وقت 20 است. اگر 3 می بود 30 فایزش و ممکن می‌رود. یعنی سوال باش ممکن کنجی الفا همین به رسم میگره به چند گرادوس برابر است. در اینجا باید دونیم که این خط راست هم وقت به 180 گرادوس برابر است. این رو باید دقت کنیم. بعد وقتی شما این چهارپنجه این معنای عمر دارد که این 90 گرادوس است و چی معنی دارد؟ این طرف کنجه هم باید به 90 گرادوس برابر باشد، چون این خط راست است. و از اینجا می‌دانیم که برای 90 شدن اینجا 70 الفا باید 20 گرادوس باید باشد. در این سوال نوبتی هم خیلی است. 180 گرادوس باید باشد، چون که خط راست این طرفش 90 گرادوس است. این طرفش هم باید به 90 گرادوس باید برابر باشد. 55 همین چند به 90 برابر میشه به 35. اگر یکی از کنج‌های همسایه از کنج دیگر 5 مراتب کلانتر باشد، کنج خرد چند گرادوس است؟ سوالی معلوم نیست چه کنج‌های. کنج‌های دو کنجی همسایه که کنجی راست را اگر تشکیل کنند مایلش یافته می شود، لیکن در سوال نگفتگی است. یعنی دو کنجی همسایه داریم، یکی از کنج ها x باشد، دیگرش 5 مراتب از وقت 5x. یا اینکه کنجی راست شدنش هم ممکن است. کنجی راست می‌دونیم که 180 گرادوس است. اگر دو کنج داشته باشیم، اگر اینجا x باشه اینجا 5x، یعنی برای هر دوش هر خیلی کار کرده می شود. در اینجا معین کرده شده است چه کنجی همسایه. خیلی برای هر دوش هم کار کنیم. چه کار میکنیم؟ جمعی هر دو اینا به 90 گرادوس باید برابر باشد و x از اینجا به چی؟ به 15 گرادوس. کنجی خورد به 15. جواب دیشنش ممکن است. یا اینکه 6x برابری 180 و x برابری 30 گرادوس است. از اینجا کنجی خورد 30 گرادوس شدنش ممکن است. سوال کمتر خطا به فکر من. در اینجا باید معین کنیم چه کنجی همسایه. در دوره مرکزش 0 دیامتر که دیامتر داشته است و ام گذارونده دو خط گذارونده است. اگر این کنج 45 گرادوس باشه، این کنج به چی برابر است؟ در اینجا یک قاعده باید دانیم. در دوره ها اگر کنج ها از یک قاعده رویم از طرفی دوره آمده باشد، از درون از یک قسم دوره یک کنار دوره آمده باشد، این قسم اینو چه ارکه، همین ارکه به چی برابر میشه؟ به 90 گرادوس برابر میشه. هم وقت دو مراتب کلام است. و یا این کنج هم به همین ارکه نگاه میکنن. اینجا هم به چی برابر میشه؟ اینجا به 45 گرادوس برابر میشه. بخشش اینجا به 45 گرادوس. یعنی هم خیلی ایزوت کرده میتونن این رو. اگر دو کنج به یک طرف نگاه کنن، هر دوشون برابر هستن. باید دقت کنیم کنج از همین یک طرفی دوره باید بیاید. 45 میشه. اگر از مرکز بیاید کنج به همین ارک برابر است، اینجا 90 گرادوس می شود. دوره مرکزش هم داده شده است. خط راست MN در نقطه N به دیگر میرسند. خط رسانده است، میرسند در نقطه. رادیوس دوره به 5 برابر است. MN 12 چی رو یابیم؟ اینجا رو باید یابیم، x رو یابیم، LM رو یابیم. در اینجا باید یک قاعده باید داریم. اگر یک خط رسانده داشته باشیم، اگر از مرکز به همین خط رسانده نقطه رسانده خط کشیم، این خط هم وقت 90 گرادوس می شود. از اینجا بعد ما تیریم پیثاگورا استفاده می‌بریم، چون که اینجا ON هم پای میشه، چون که رادیوس دوره است. و از اینجا فرمول چی می شود؟ 12 کوادرات جمع 5 کوادرات برابر است به x جمع 5 کوادرات. یک بار این طرف را اگر کار کنیم چی می شود؟ 144 جمع 25 این می شود 169
169 کвадратی کدام عدد 13 کвадрат x جمع 5 کвадрат از اینجا x نمیتونم که برابر 8 میشود. یک کنجی سه کنجه با 55 کنجی دیگر با 75 کنجی سوم سه کنجه رو یابند. سوالی مشکل نیست. در اینجا باید به خاطر بیاریم که اگر ما سه کنجه داشته باشه سوم کنجهای درون هم وقت به 180 برابر است. اگر یکی از آنها 55 و دیگرشون 75 کاش که جاشون عوض میکردن 75 پیون اینجا چند میشد؟ سوم همشون هم وقت به 180 باید برابر باشد. یعنی 75 جمع 55 جمع x باید برابر 180 باشد. از اینجا 75 جمع 55 به چی برابر؟ 130 x برابر 50 می شود. جواب ما 3 می شود. در طرف AB سه کنجه ABC نقطه قید کرده شده است، دو درازه داشته است. خب بیاین اگر این سوال گیومتری هم وقت حرکت کنین تصویر کنین سه کنجه داشته است. بیاین کشیم سه کنجه ABC. خب بیاین بگذار که اینجا باشد ABC. بعد نقطه D در خط AB است. نقطه D در خط AB اختیاری میمونم در اینجا. بعد چی میگه AD به 5 برابر است 5 سانتی متر و BD به 7 سانتی متر برابر است. دروازه AB رو یابند. البته که سوال آسان است. فقط به فکرم در این نمود سوال میخوایم که شما تصویر کنین تصویر کرده میتونین یا نه شما جمله گیومتری میفهمین یا نه. باید تصویر کردن معلوم است که AB برابر چی است به 12. پریمتر راستگونجه رو حساب کنیم. پریمتر راستگونجه چی است؟ سومه همه طرف ها. در راستگونجه ما میدونیم که کنجه به 90 گرادوس هم وقت برابر است و طرف های روبرو هم وقت با یکدیگر برابر است 4 و 10. این رو باید دونین و پریمتر این سه کنجه به چی برابر است؟ به 28. سومه همه طرف ها. پریمتر برای همه شکل گیومتری سومه طرف ها است. مساحت ترپیز رو یابند. مساحت ترپیز چی گفته میشد؟ فرمولاش خیلی است. مساحت برابر جمع اساس ها. بیاین حرف مانم اینجا برای به خاطر آوردن بگذارم این حرف دیم به طرف ها. اساس ها در اینجا چی است؟ AB جمع DC. اساس ها رو جمع میکنید ضرب بلندی میکنید. در اینجا باید معین کنید که ترپیز راستگونجه است. ولی یکی معین کرده نشده است. خیلی ما اینو فکر نکنید. لیکن اگر راستگونجه نباید کار کرده نمیتونه. نه 90 گراد باید چون که بلندی باید معلوم کنیم. تقسیم 2 این است فرموله ما. چیکار میکنیم؟ AB به چی برابر است؟ اساس ها 3 جمع 7 ضرب بلندی 3 قبول میکنیم چون که 90 گرادوس فکر میکنیم که سوال 90 گرادوس داشته است. تقسیم 2 و این به چی برابر میشد؟ به 15 که میبینیم جواب هم خیلی است. در سوال باید معین کنیم 90 گرادوس بنشتو. مساحت شکل رو میبینیم. باز در اینجا باید معین کنم. من جدونم این 90 گرادوس یا نه. من باید خیال کنم این 90 گرادوس است. از روی شکل رو باید گوید که 90 گرادوس بعد من کار کرده میتونم. چه کار میکنم این سوال رو؟ در روزی هم اینجا 2 اگر باشد به شکل راستگونجه مایده تقسیم میکنیم. اینجا هم 2 باشه اینجا 2 میشد اینجا 5 میشد. این هم با اگر جدا کنیم یا اینجا 5 باشه همگی 10 اینجا هم 5 میشد 5 5 و این طرفی راستگونجه 3 میشود 3 و 3. اکنون یا کنیم مساحت رو 3 چهارکنجه وای داره اساسی یا اینکه 2 چهارکنجه هم گفته میتونین. ببین این چهارکنجه رو اگر یابیم مساحت این چهارکنجه به چی برابر است؟ ما میدونیم که مساحت چهارکنجه راستگونجه ضرب طرف ها یعنی اینجا برابری چی میشود؟ 15 3 ضرب 5 15 سانتی متر کوادراتی و این طرفش رو هم عمومی یک بار حساب کنم و جدا قسمت جدا کنم 5 ضرب 5 25 میشود. مساحت به 25 برابر است. جمع مساحت ها به 40 برابر است.